علیکم همدیگران عزیز، من حکمت‌الله جرایف. خب نوارگیری رو با ادامه میکنیم. اویدی پخته ما. خب این نوی پخته ترکی بوده است. خب یکم چینک 20 سنتنر پخته گرفتم. یک نوی دیگر رو که او طرفته است، این نوی خطایی بوده است. یکم چینک ده 13 سنتنر گرفتم. خب همین پخته 340 کیلو بیوگموس خوردگیم، هم 250 کیلو نروی مینرالی و یکم سنتنر ده یکم چینک ده 20 سنتنر پخته دادگیم. نگاه نکنیم بازم ولی همه کورکشون بسیار خدا برکتشان تیم قطع شدگیم. نگاه کنیم. خب خب خلاص یکم چینک نوی ترکی 20 سنتنر حاصل دادم. و دویم چینک ولی آخرای سنتیابر اولای اکتبر سال میکنم. خب دویم چینک چند سنتنر گرفتن شدم و به سهم شما معلومات شما میرسونیم و در آخر جمع‌بستی معلومات رو نیست به شما میگیم که هر یک سر گهتر چند سنتنر حاصل گرفتن و چند قدر نوروی مینرال و ارگانیکی حرکت کردن. خب باقی در پناه خدا باشین تا ویدیوی آینده. خیر.